ثروتمندترین سلطان دنیا این آقاست، کسی که حتی دستمال توالتش هم از طلا ساخته شده. تمام خاص‌ترین و کمیابترین خودروهای دنیا متعلق به اونه. سلطان برونئی یک کلکسیون 9000 تایی از ماشین‌های سوپر اسپورت داره، از کلی فراری گرفته تا ماشینای سفارشی که هیچ جای دنیا پیداشون نمی‌کنید. جالب‌تر اینه که کاخش با ارزش 1.5 میلیارد دلار بزرگترین کاخ مسکونی جهانه، با 1780 اتاق و 258 حمام. دارایی خود سلطان 27 میلیارد دلاره و مثل آب خوردن پول خرج میکنه. حتی برای تولد 50 سالگیش مایکل جکسون رو آورد تا خصوصی براش کنسرت اجرا کنه و فقط برای یه شب 1500 میلیارد تومان ناقابل بهش داد. برای مسافرتاش هم یه بوئینگ 747 از طلا براش ساختن. اما نکته جالب اینجاست که مردم برونئی نه تنها به کارای پادشاهشون اعتراضی نمیکنن، بلکه خیلی هم براشون جذابه، چون پادشاه تمام درآمد حاصل از نفت رو به مردم میده. به خاطر همین سطح زندگیشون توی دنیا حرف اولو میزنه. حالا شما لایک کنید و بگید با سبک زندگی سلطان موافقید یا مخالف، و برای دیدن و دانستن جالب دنیا فور مدیا رو فالو کنید.